سلام دکتر زاکر نایک. نام من هریس است، از فینیکس اریزون ایالات متحده آمریکا هستم و برای یک شرکت بازاریابی میکنم. 2 نفر از دوستانم که سخنرانی های شما را در یوتیوب تماشا میکردند مسلمان شدند. یکی از آنها عیسایی و دیگر آن ایتیست می باشد. یکی از دوستانم DVD سخنرانی شما را که تحت عنوان چطور با ایتیست ها معامله کنید را به من داد تا گوش کنم، اما با وسیله آن جواب سوال خود را نیافتم. این سوال را از خیلی ها پرسیدم اما تا هنوز کسی جواب قانع کننده نداده است. از اهل خبرت سوال کردم، سخنرانی علمای زیاد را در یوتیوب تماشا کردم. به نظر من شما آگاه ترین، منطقی ترین و قابل فهم ترین عالم هستید که تا هنوز در عمر خود دیدم. جواب این سوال برای من واقعا مهم است، به خاطر که تا هنوز کدام جواب قانع کننده دریافت نکردم. سوال من یک قسم 2 جهت دارد. جهت اول آن فکر کنم تا جای سخن طبیعتگراها و اگنوستیک ها می باشد. زیاد مطمئن نیستم. الله تمام این هستی را خلق کرده است و در قرآن توضیح داده شده است که چند روز را در بر گرفته است تا کوهها، طبیعت و غیره شکل گرفته اند و گفته شده که این یک نوع امتحان می باشد. سوال من این است: پیش از این که الله تصمیم بگیرد این هستی را خلق کند، پیش از این که تصمیم بگیرد انسانها را خلق کند، پیش از این که تصمیم بگیرد محمد پیامبر یا آدم را بفرستد، پیش از این که تصمیم بگیرد این کارها را انجام بدهد، او نتیجه تمام این چیزها را میدانست. او میدانست که در آخر توسط بعضی آدمها ناامید می شود و او آنها را در آتش جهنم خواهد انداخت. او میداند که آنها در آنجا خواهند سوخت. او میداند که در آنجا رنج وجود دارد و آنها به خاطر کارهایی که انجام داده‌اند ابراز پشیمانی میکنند. پیش از این که تمام هستی را خلق کند، او میدانست که نتیجه آن بد خواهد بود. شاید برای بعضی انسانها خوب باشد که در بهشت هستند، اما او میدانست که مردم را از آتش جهنم نجات داده میتواند پیش از این که دست به خلقت بزند. اما باز هم تصمیم گرفت تا با منطق خدایی خود خلق کند. چرا خواست که این کارها را انجام بدهد؟ سوال را میتوان چنین تعریف کرد: الله چطور به این اندازه بی‌رحم بوده میتواند؟ با آنکه میدانست نتیجه تصمیم او چه قسم خواهد بود. این یک روی سکه بود. روی دیگر سکه را اگر مد نظر بگیریم و بگوییم که الله متعال بهتر میداند و کار او بی‌عیب است، پس چرا الله در قرآن پافشاری میکند که به کوهها ببینید، به پروتون ها، الکترون ها، به این یا آن ببینید؟ همه چیز چقدر با عظمت است و من چقدر شگفت انگیز هستم. چرا ما را وادار میکند که مخلوقات او را شگفت انگیز بیابیم، در حالی که تمام چیز برای خدا مثل یک قطعه کیک است؟ منظورم این است او فقط بگوید که کن، تمام چیز به وجود میآید. چرا ساختن این هستی را برای خود یک کار بزرگ میشمارد؟ به خاطر که برای خدا هیچ است. من نمیفهمم که چرا از ما میخواد با کارهایی که انجام داده است احترام کنیم و کارهای او را شگفت انگیز بیابیم. برادر یک سوال بسیار خوب و خردمندانه را مطرح کرد. بسیار یک سوال خوب است و او بعض سخنرانی‌های مرا پیرامون طبیعتگراها در یوتیوب گوش داده و این سوال او را اسیر کرده که او تا هنوز جواب خود نیافته. برادر سوال کرد که الله متعال همه چیز میفهمه؟ پیش از اینکه بهشت‌ها و زمین را خلق کنه، پیش از اینکه انسان‌ها را خلق کنه، او اگر بخواد حتی یک نفر به او مانع شده میتواند. جهنم نمیره و مانع رفتن شخص، یعنی او مانع شده میتواند که کسی او را ناامید نسازد. جواب شما را میتونم. برادر گفت حتی یک نفر اگر به جهنم بره، مثل این است که او را ناامید ساخته. با سوال شما برمیگردم. وقت مکتب را شروع کردم، شاید شنیده باشن در مکتب اسلامی میخواندم اگر یک استاد امتحان بگیره، اگه عادل باشه در پارچه امتحان سوال است که 2 جمع 2 چند میشه، شاگرد رو برای استاد می نویسه که 5 میشه. استاد بسیار بسیار براحتی گفته میتونه که 5 را به 4 تغییر بده. آیا این بی‌عدالتی استاد نیست که در جریان امتحان بررسی و جواب اشتباه شاگرد را تصریح کنه؟ اگر استاد هیچ گزینه دیگر نداشته باشد باز چی؟ نه. یک سوال بسیار ساده از شما پرسیدم. یک سوال ساده. استاد ورق امتحانات توضیح نموده. درست حالا میتونه جواب بده؟ در چین حالت خاص، در همین حالت خاص استاد گفته میتونه که شاگرد عزیز 5 را به 4 تغییر بده. شاگردای دیگه چی فکر میکنن؟
بی‌عدالتی. درست اما است. در عین زمان عدالت برقرار میتواند. او کاملا حالت دیگر را خلق میتواند. او مجبور نیست به همان حالت ادامه بدهد. او به هیچ حالتی برادر وابسته نیست. میگه که الله متعال وضعیت عالی و بدون اشتباه خلق کرده میتونست. بله. خداوند خلق کرده، او فرشته را خلق کرده. الله فرشته را خلق کرده و فرشته هرگز خلاف اوامر الله عمل نمیکنه. اما انسان مخلوق بهتر از فرشته هستند. فرشته ها هیچ آزادی شخصی ندارن. اگر سخنرانیای مرا گوش کرده باشن، اگر نشنیدین، حال برای شما میگم فرشته ها مخلوق خداوند هستند، اما بهترین مخلوقات نیستن. الله متعال انسان را خلق کرد، انسان آزادی مطلق داد که خلاف الله عمل کنه یا از الله پیروی کنه. با عنوان یک انسان اگر از اوامر او سرپیچی کنیم به جهنم میریم، ولی اگر با او عمل کنن والاتر از فرشته ها هستن. پس فرشته ها صاحب اختیار نیستن، باید از الله پیروی کنن که دعی برتری وجود نداره. انسان ها مخلوق بهتر الله متعال هستن. الله متعال انسان ها را صاحب اختیار قرار داده. یک سوال متفاوت است که الله میفهمه، به خاطر که او علم غیب داره، او از آینده با خبر است، اما موفق همه چیز است. او صاحب اختیار است. اشتباه از انسان ها است، از خدا نیست. من مطمئن هستم که مشکل از انسان است. نه خیر، الله ما را به همین اشتباه خلق کرده است و او میدانست که ما چنین اشتباه میکنیم. نه برادری، اشتباه نیست. این اختیار تام است. وقتی که اختیار داده است چرا مردم را در جهنم قرار میدهد؟ چرا او کار را انجام میدهد که مردم این یک خلقت متفاوت است. آیا دوست نداره چیزی را بسازه که خودش درباره خود فکر کنه؟ چرا به ضرر بشر دلسوزی کند؟ برادر، آیا شما نمیخواین؟ او قبل فرشته ها را خلق کرده. از شما سوال میکنم، فرشته ها خوب هستن که از الله متعال اطاعت میکنن یا انسان ها خوب هستن که از الله متعال اطاعت من کنن؟ شخصا خودم دوست داشتم که فرشته می بودم. چرا احتمال رفتن به جهنم را احتمال می‌پذیرم؟ دوم درست است. به همین خاطر الله متعال در سوره اعراف چپتر 7 آیه شماره 172: پروردگار تو از فرزندان آدم از پشتهایشان اولادشان را گرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت. آیا من پروردگارتان هستم؟ گفتند بله. الله متعال در سوره 8 چپتر 59 آیه شماره 21: اگر این قرآن را بر کوه نازل میکردیم بیگمان آن را از ترس خدا در تضرع و پاره پاره شدن میدیدی. الله متعال در سوره احزاب چپتر 33 آیه 72 میگه انسان ها نادانهایی بودند که خواستن انسان باشند. شما و ما نادان بودیم، حال پشیمان هستیم. میگن در امتحان شرکت میکنن، حال متوجه سوالات که شدن. کسی از من سوال نکرده، هیچ نقشی ندارم. نه خیر برادر، قرآن میگه از هر انسان سوال شده، اما یادداشت بعداً پاک شده. اگر یادداشت میبود باز امتحان معنایی نداشت. الله متعال در قرآن میگه اگر میخواین انسان باشن، اگر انسان خلق شون یا فراتر از فرشته میشن یا در آتش میسوزن. اگر میخواین که انسان خلق نشون، فقط رد شون. حتی به خاطر بس اجازه بتن که کامل کنم. شما سوال کردن. درست کردن، است، جوابتان ببخشید. بشنون. ادامه بتین. الله متعال از انسان سوال کرده. ما انسان ها نادان بودیم، شما و ما هر دوی ما نادان بودیم که برای امتحان اقدام کردیم. وقتی در امتحان قرار گرفتین، اگر به اوامر بعد از اختیارتان خود عمل کنین، والاتر از فرشته میشین. اگر از الله اطاعت نکنن، به اندازه فرشته خوب بودن نمیتونن. من میخواستم با برتری کامیاب شوم، شما و ما. شما گفتن به یاد ندارم. معلوم دارست که به یادتان نمیمانه. حتی ما به یاد ندارم، اما به قرآن ایمان دارم. در روز قیامت الله متعال میگه حتی یک انسان در برابر عدالت الله اعتراض کردن نمیتونه. این چیز در روز قیامت معلوم خواهد بود. یگانه چیزی که ما میخوایم گفتن این است که لطفا یک فرصت دیگه به ما بده. الله متعال خواهد گفت بسیار دیر شده. اگه او بخواد که یک فرصت دیگه بده، باز خواهم خواست که به دنیا بیاییم. همگی همیره میخواین. پس کسایی که ناکام ماندن از جمع ناکاما خارج شده نمیتونن. قرآن میگه هیچ کس برابر عدالت الله اعتراض کرده نمیتونه. از الله تقاضا خواهند کرد که یک فرصت دیگه به ما بده. الله متعال میگه بسیار دیر شده. الله متعال فقط در همین جهان به ما فرصت میده. الله فرصت میده تا توبه کنن. الله شما را میبخشه. باز مرتکب اشتباه میشن و توبه میکنن. وقت دار فانی را ودا گفتن، دیگه یک سخن وجود خواهد داشت. تا اونجا که سوال خلق میشه چرا الله خلق کرد؟ به خاطر که این یک مخلوق بهتر است. ای که شما میگن به یاد ندارم کاملا درست است. وقتی که مردن و احضار شدن، در آن زمان اگر همدیگر را ملاقات کردیم، آن زمان خواهی گفت که به یاد دارم. حتی من فعلا به یاد ندارم، اما من به قرآن ایمان دارم که قرآن اشتباه بوده نمیتونه. به خاطر که سخنرانیای مرا اگر از بعد علمی شنیده باشن، 80% قرآن
و 100% با علم همخوانی داره، 20% دیگه مبهم میباشه، نه صحیح و نه اشتباه. پس منطق من میگه وقتی که 80 با 100 همخوانی داره و حتی 1% با 200% اشتباه گفتن نمیتونه، منطق من میگه حتی همین 20% نیز درست است. ما یک شخص علمی و منطقی هستم، پس به گفتهای قرآن باور دارم که خود ما انتخاب کردیم. اگر انتخاب نمیکردیم باز از خدا سوال میتونستیم که چرا مرا انسان خلق کردی. آن زمان اشتباه از خدا می بود. الله در قرآن میگه که او سوال نموده، کوها ترسیدن، همه چیز ترسید، ما انسان ها پذیرفتیم. اما بیاد نداریم. ما بیاد ندارم اگر که جواب از مرا کرده شنیده باشد. باشن، حتی ما بیاد ندارم، اما بیادتان اگر می بود باز امتحان وجود نمی داشت. تصور کنین اگر استاد به شما چیز بیاموزانه، استاد به شما چیزی میآموزانه، استاد به شما کتاب میته، استاد در وقت امتحان باید کتاب از شما بگیره. اگر استاد بگه که جواب از کتاب بیابن باز امتحان معنایی نداره. درست است، اما بعد از اینکه امتحان تمام شوه باز میتونن در کتاب جستجو کنن. باز هم حتی پیش از امتحان نتیجه رو میدونید. برادر به ما گوش کنن، بعد از اینکه امتحان تمام شد آیا میتونن که در کتاب خود جستجو کنن یا خیر؟ میتونم. اما در جریان امتحان اگر میتونستن کتاب با خود داشته باشن پس فعلا امتحان جریان داره. یک بار که به پایان رسید باز بررسی میتونن. اگه با استاد بگوین که استاد من میخوایم کتاب با خود داشته باشم چون به یاد ندارم، نه نمیگه. در جریان امتحان به کتاب مراجعه کرده نمیتونن، در غیر او صورت نقل گفته میشه. درست است؟ یک بار امتحان که به پایان رسید اگه به یاد نداشتین به خدا بگن کجای این منطقی است. اما قرآن میگه حتی یک انسان در برابر عدالت الهی اعتراض نمیکنه. اجازه بدین که امتحان به پایان برسه. پس امروز به عنوان یک شخصیت علمی، به عنوان یک شخصیت منطقی، به اساس آگاهی خود از علم، به اساس منطق خود وقتی کتاب های دیگر مطالعه میکنم و وقت قرآن میخوانم در میابم که قرآن یگانه کتاب دینی بر روی زمین است که امتحان با کامیابی به پایان رسانده میتونن. به همین خاطر ما به عنوان یک شخص علمی و یک شخصیت منطقی قبول دارم که این سخن قرآن حقیقت داره. همین که بیاد ندارم خودش یک امتحان است. اگر بیاد نداشتم باز امتحان معنایی نداشت. پس این جواب یک جهت سوال شما هست. جهت اول آن که میگفت الله از زجر دیگران لذت میبره. الله از زجر دیگران لذت نمیبره. به طور مثال تحصیلات طبی خود شروع کردم، میخوایم که شاگردای مکتب به دانشگاه طبی برن. چقدر شاگرد مکتب تحصیلات طبی را فرا گرفته میتونه؟ اما تا حد زده میتونن، بسیار کمشان، یقینا کمتر از 5%، شاید 1% اونا فرا گرفته بتونن. او چرا یک دانشگاه برای ورودی 1% شاگردا ساخته شده؟ درست است، این برای انتخاب شدگان کم نیست. همه قسم الله بهشت را ساخته، جنت فردوس. هر کس به جنت فردوس رفته نمیتونه. چرا رفتن نمیتونه؟ ببخشید چرا رفتن نمیتونه؟ چرا هر کس به دانشگاه طبی رفتن نمیتونه؟ به خاطر که ظرفیت انسان ها یک قسم نیست و یا توانایی رفتن به دانشگاه طبی را ندارند. بله. به همین شیوه ما ساخته شدیم. همه قسم هر کس دکتر شده نمیتونه، فقط کسایی که ظرفیتش داشته باشه. به همین شیوه هر کس به جنت فردوس رفته نمیتونه، رتبه های بالا بهشت میره. ما باید تلاش کنیم. الله به شما ظرفیت داده، اگر به راهنماهای او عمل کنین به بهشت میرن، اگر به راهنماییش عمل نکنین بسیار به راحتی به جهنم میرن. اگر با استعداد هستن بسیار آسان است. اگر با استعداد هستن و اگر با خود صادق هستن، اگر با خود صادق نباشن حتی انسانایی که استعداد ندارن به بهشت رفتن میتونن. فقط با خود صادق باشن. الله گزینه‌های متفاوت به شما داده که چه قسم از او پیروی کنن. بعضی مردم فکر میکنن که باهوش هستن. ما با اونا فوق باهوش میگم. اگر اونا باهوش میبودن این راهنمایی‌ها را به صورت واضح و آشکار میدیدن که این کلام الله هست و باید از او پیروی کنن. به همین فرانسیس بیکن گفته که آگاهی ناچیز از علم شما را طبیعتگرا می سازه. آگاهی عمیق از علم شما را به الله معتقد می سازه. پس من نمیگم الله از زجر دیگران لذت میبرم. من میگم ما احمق بودیم، کسایی که خود مورد امتحان قرار دادن. اشتباه الله نبود. الله حق انتخاب داده بود که میخوای چی شوی. ما انتخاب کردیم، پس ما مسئول هستیم. الله مسئول نیست. الله از زجر دیگران لذت نمیبره. ما نادان هستیم. همه چیز قرآن میگه. در روز قیامت میفهمین انشالله. شما و ما هر دوی ما انشالله اگه به جنت رفتم انشالله به درگاه الله عبادت میکنم و از الله سپاسگزاری میکنم از اینکه انتخاب مرا به عنوان انسان پذیرفته. اگه کامیاب شوم، اگه ناکام شوم باز خودم سرزنش میکنم. بخش دوم
ببخشن بخش دوم چی بود؟ این که حتی ما اگر قبول کنیم که الله متعال بسیار باهوش است، چرا اصرار دارد که با کوه‌ها ببینیم، با الکترون ها، پروتون ها و غیره چیزها ببینیم؟ بخش دوم سوال برادر ما ای بود که چرا الله متعال به کوه‌ها رجوع میکنه که اینها را خلق کرده در حالی که برایش هیچ است؟ پس چرا تاکید میکنه؟ آیا میفهمین که چرا چنین میگه؟ او میگه که کوه‌ها میلرزید، شما انسان فرادست بودین، چرا درک نمیکنین؟ قرآن در سوره حشر چپتر 39 آیه 21 میگه اگر این قرآن را بر کوه نازل میکردیم بیگمان متلاشی میشد و این مثال ها را برای مردم میزنیم تا باشند که بیاندیشند. این مثال را به خاطر ارائه می‌داره تا نشان بده این چیزا که بسیار قدرتمند هستند، کوه ها از سنگ خلق شدن، متلاشی میشدن. چرا انسان درک نمیکنه؟ او کوشش میکنه تا به طور مثال این چیزا را بیان کنه و بگوید که ما نادان بودیم. او خود را نمیستاید و هر وقت از ما میخواهد تا او را ستایش کنیم بگویم که الله اکبر، الله بزرگترین است. آیا فکر میکنین که این الله را تغییر میدهد؟ نه خیر. اصلا هزاران بارم که الله اکبر بگوین، میلیون ها بار اگر بگوین، او بزرگتر نمیشه. به خاطر که او از قبل بزرگترین است، به خاطر که این چیزها را میگوید، چون این در طبیعت و اندیشه انسانی ما است که از اشخاص مشهور پیروی کنیم. به طور مثال مادرتان حمله قلبی داره، یک شخص ناشناس وجود داره که تداوی کنه و شنیدن که بهترین قلب در جهان، بهترین جراح قلب در جهان دکتر ایکس است. حال به نصیحت های دکتر ایکس گوش میتن یا به نصیحت های شخص ناشناس گوش میتن؟ شما بگوین. با گفته های دکتر چرا؟ ایکس. به خاطر که دکتر ایکس معروف است، مردم او را میشناسن، او در جهان بهترین است. دلیل این که در نماز خود، در زندگی خود الله اکبر میگیم، الله بزرگترین است، الله داناترین است، الله باهوشترین است، این است که به الله هیچ فایده ای نمیرسه، بلکه به فایده خود ما است. اگر او را ستایش کنیم از او پیروی میکنیم، اگر پیروی کنیم به بهشت میریم. برای الله هیچ فرق ایجاد نمیشه. به همین خاطر الله میگه آیا قبول نمیکنین؟ آیا نمیفهمین؟ قرآن به خاطر خودتان نازل شده، به خاطر مردم تا بفهمن. پس او مثال به خاطر بزرگ جلوه دادن خود نیست، او از قبل بزرگترین است. حتی میلیون ها بار اگر بگوین الله بزرگترین است، در الله هیچ فرق ایجاد نمیشه. الله به شما میگه، الله در قرآن میگه که الله به شما نیاز نداره، شما به الله نیاز دارین. وقتی او را ستایش میکنن، روانشناسی انسان میگه وقت شخص کسی را میستایه از او پیروی میکنه و با پیروی کردن از گفته های او به خود فایده میرسانه، با او فایده نمیرسانه. او برای همیشه بزرگترین است، او همیشه بخشنده ترین است. پس او قوانین را برای آگاهی خود به خاطر خوبی ما وضع نموده. عقل ما چنین میگه. شما دانشجوی علم هستین، درست است؟ من هم دانشجوی علم هستم. وقت فهمیدم الله این حقایق علمی را که با تازگی فهمیدم 1400 سال پیش به معرفی گرفته، این عقیده مرا نسبت به الله تقویت میکنه. الله در سوره فصلت چپتر 41 آیه 53 میگه سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. با زودی به ایشان نشانهای خود در آفاق و در وجود هستی خودشان نشان میتیم تا برای ایشان روشن شود که پیام حق است. پس الله این مثال را به خاطر بیان میکنه تا به ما فایده برسانه. برای او هیچ فرق ایجاد نمیشه، تمام اینها به فایده ما هست. پس او به ما فرصت میده تا از او پیروی کنیم و به بهشت بریم. امیدوار هستم جواب فهمیده باشین. من قدرتی را تصدیق میکنم و شگفتی تمام چیزهایی را که او خلق کرده است فهمیده میتونم، اما به حیرت شدن من از کارهای او که این هستی و غیره را خلق نموده است حتمی میباشد. درست است. برای او کار یک ثانیه‌ای است. وقت به تو میگه که الکل ننوش، اگر سوالی است باید حیران کارهای او باشیم. نکنن این چیزا به خاطر بهتر جلوه دادن خود نیست. اگر باور دارین که برای او هیچ است، آیا شخص دروغ میزنه یا خیر؟ اگر بگوید که الکل ننوشن سوال نمیکنن، خوک نداشته باشن سوال نمیکنن، به خاطر که حیران مخلوقاتی نیستم، چون برای او هیچ است. در مقایسه با ما شگفت انگیز است، به او هیچ است. درست است. اما در مقایسه با ما است. کسی که تمام هستی را خلق میتونه وقت میگه الکل ننوش دفعتاً باید پیروی کنم. درست است که از او باید پیروی کنیم، اما به خاطر مخلوقات او چرا در حیرت باشیم؟ قسمی که در قرآن تذکر داده شده است، قسمی که سوال کردن آیا به خاطر مخلوقات در حیرت باشیم؟ درست است. من میخوایم بگویم اگر قبول کنم که انسان یک مخلوق بهتر است و اگر به حیرت شوم، الحمدلله میگم او را بهتر خلق کرده است.
اگر به حیرت شوم که او کوها، ستاره، آفتاب خلق کرده و اما ذاکر نایک نیز خلق کرده، او یک انسان خلق کرده و ما بهترین مخلوقات هستیم. پس او این مثال به خاطر میته تا ما پی ببریم که او چه خوبی های را به ما داده، تمام ویژگی ها را به ما داده. درباره علم، پروتون، کوها گپ میزنه و داخل میگه انسان بهترین مخلوقات است. پس در مقایسه ما باید بپذیریم که خالق ما بزرگتر از جسم انسان است. مولکول ها، گروپ خون، چیزهای مغلق هرگز احتمالی به وجود نمی آید. پس در این قسمت از خلقت انسان به حیرت میشیم و به او مطیع میشیم. اگر به حیرت نشویم، فقط با حیرت شدن مطیع او میشیم و میپذیریم که او خالق ما هست و او سزاوار عبادت ما هست. هیچ کس مثل او بودن نمیتونه، با همین خاطر او را عبادت میکنیم. در امتحان کامیاب میشیم و به بهشت فردوس میریم. من امیدوارم جواب فهمیده باشین. اگر بیل گیتس به من $100 بدهد، باید به حیرت شوم که او به من $100 داد. من باور دارم که سوال شما جواب داده شده است. متاسفانه وقت کافی نداریم. فردا اگر بیاین خوشحال خواهیم شد انشالله. و به سمع تمام برادران و خواهران میرسانم که به پایان برنامه امروز رسیده. میخوایم یک جواب کوتاه ایشان بتم. گفتن اگر بیل گیتس $100 به شما بده، باید به حیرت شوم. آیا به حیرت میشی؟ برادر، سوال اینجاست که بیل گیتس چرا به شما $100 بده؟ اگر بگوین که یک خیر $100 به شما داده، هیچ جای حیرت نیست. بیل گیتس $100 به ما داد. سوال خلق میشه چرا به شما داد؟ چرا به شخص دیگری نداد؟ چرا؟ پس سوال اینجاست که چرا به شما داد؟ سوال اینجاست. درست است. اگر کدام خیر به شما بده، اگر در کوچه کسی $100 بده، قابل حیرت نیست. بیل گیتس. فهمیدم. فهمیدی نه؟ بله فهمیدم. متقاعد شدی؟ بله همین جواب اصلی است. انشالله من امیدوار هستم که شما با اسلام نزدیکتر شده باشید. پس به خاطر این به حیرت نشم که به ما پول داد، به حیرت شم که او پول داد. الحمدلله. فهمیدم. وقت تلف شده شما حلال شد. الحمدلله.